این مرد 82 سال زندگی کرد و تا آخرین روز زندگیش هیچ زنی رو ندید. شاید فکر کنید این مرد نابینا بود، ولی موضوع این نیست و داستان از اینجا خیلی جالب میشه. میهایلو تولوتوس در سال 1856 متولد شد. در شروع تولدش و وقتی که فقط 4 ساعت از زندگیش میگذشت، مادرش رو از دست داد. به دلیل اینکه هیچ کس نمیدونست خانواده این بچه کیان، چند مرد اون رو به بالای کوه آتوس بردن و به راهبان معبد این کوه دادن. چطوری شد که این مرد هیچ زنی رو ندید؟ دلیلش اینه که زنا برای 1000 ساله که اجازه ندارن به کوه آتوس برن. این قانون در سال 1056 میلادی ورود زنان و حیوانات رو به کوه ممنوع کرده. حتی امروز زنا اجازه ندارن تا 500 متری کوه برن. این قانون فقط برای تجرد قطعی راهبان معبد وجود داره. هدف هم اینه که هیچ گونه رابطه بین زن و مردان معبد وجود نداشته باشه. بچه در معبد بزرگ شد و خودش یه راهب شد و هیچ وقت کوه رو ترک نکرد. و بعد از 82 سال تجرد، مراسم ترحیمش به وسیله کاهن‌ها به شکل ویژه‌ای برگزار شد، چون اعتقاد داشتن این مرد تنها کسی در جهان